10 روزه بهم دادن که از کشور خارج بشم. پیکسی از ترکیه اخراج شد. علی هم از برنامه اخراج میشه. دعوای قلابی ماهرخ و میلاد هم برملا شد. با سال 2017 همراه باشید. اخبار داغ امروز رو بیایم با پیکسی شروع کنیم. پیکسی یا پریسا که به قول اکثر بیننده ها با حسادتش و تیک کلام های رکیکش به نگار شناخته میشه، تو قسمت قبلی از مسابقه حذف شد که به نظر من حذف درستی هم بود، چون به قول خانم صالحی پیکسی تقریبا تو ارتباط با دخترها هم موفق عمل نکرد و البته حذف پیکسی باعث خوشحالی خیلیا شد. حالا کاری به چیزی که گذشت نداریم. خبر جدید اینه که پیکسی رو از ترکیه اخراج کردن. البته اصطلاح درست اینه که اقامتش رو تمدید نکردن و طبق استوری که دیروز از خودش منتشر کرد، بنده خدا تو فرودگاه استانبول با یه عالمه بار سرگردان بوده و چون نمیتونست به خاک ترکیه برگرده و تو اومدنش به ایران هم گویا مشکلی پیش اومده، به قول خودش تو فرودگاه معطلی داشته. ببینین استوریش رو. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. من اصلا خوب نیستم. اقامتم تو ترکیه به پایان رسید و نتونستم تمدیدش کنم. کلاً هم یه فرصت 10 روزه بهم دادن که از کشور خارج بشم و من باید میرفتم اداره مهاجرت یه برگه‌ای میگرفتم که اون ثابت بکنه که من 10 روز قانونی میتونم بمونم اینجا، ولی خب من نمیدونستم اینو و تازه فهمیدم. اون فرصت 10 روزه من تموم شد. الان 10مین روزه من اومدم فرودگاه که از کشور خارج بشم. بلیطمو گرفتم، کلی هزینه اضافه بار پرداخت کردم، ولی چون اون برگه رو نگرفته بودم کلی نگه هم داشتن اینجا. بعد و به خاطر یه سری اشتباهاتی توی ویزا و این چرت و پرتا کلی اینجا نگه هم داشتن، خلاصه کلی موندم و پروازم رو از دست دادم. الانم گیر کردم، نمیتونم برم، نمیتونم بمونم، نمیتونم برگردم ترکیه. خیلی اوضاع پیچیده‌ایه. این 10 روزم کلا چون درگیر کارای همین کارا بودم نتونستم عشق ابدی رو ببینم. چند قسمتش رو ندیدم، ولی دیشب متوجه شدم که دیشب حذف شدم از برنامه، چون از روی تگا و پستایی که تو اکسپلور میبینم دیدم که حذف شدم دیشب. حذفم رو تبریک میگم به کسایی که ازم متنفرن و تسلیت میگم به کسایی که دوستم دارن. یه سری حرفای ناگفتم هست تو دلم که خیلی دوست دارم بهتون بزنم، خیلی دوست دارم باهاتون درد و دل کنم که الان اصلا وقتش نیست، اصلا حال صحبت کردنم حتی ندارم، ولی سر فرصت یه سری حرفای ناگفته هست که دوست دارم بهتون بزنم و دوست دارم با همین صحبت کنم. اینم بگم که طبق مشاهدات میدانی تو فضای مجازی تا به حال بیشترین کسی که از برنامه عشق ابدی هیت گرفته پریسا بوده و اونم بیشتر به خاطر بیادبی کلامی که در حق نگار کرده بود. البته اگر طناز و شاهین رو فاکتور نگیریم، چون طناز و شاهین برخلاف اوایل برنامه گویا الان چندان هم محبوب نیستن. حالا بریم سراغ موضوع جنجالی داغ امشبمون. پرستو صالحی که به عنوان مهمان به برنامه محبوب چهارشنبه با سینا دعوت شده بود، بخش بیشتری از صحبتاش اشاره داشت به همین موضوع عشق ابدی. یه چیز جالبی که اتفاق افتاد اینه که سینا ولی‌الله روی اسکرین صحنه یه قسمت از عشق ابدی رو پخش کرد که هیچ کدوم از ماها تا به حال ندیده بودیم و اونم صحنه بسیار خشونت‌آمیز دعوای علی با ماهرخ، یا بهتره بگم حمله علی به ماهرخه که طی این اتفاق پرستو صالحی میاد و به علی کارت زرد و هشدار اخراج شدن میده. ببینیم با هم. ویدیوشو بچه دارم بسته! یکی بهت میگه از نزن مجبوریم که به تو یک اخطار بدیم و برای بار دوم اگر این تکرار بشه متاسفانه مجبوریم که اخراجت کنیم. خیلی از مخاطبا گفتن با توجه به لباسایی که خانم صالحی تو این سکانس پوشیده و تا حالا ما ندیدیمش، پس سکانس مربوط به قسمت‌های آتی برنامه است. حتی خود خانم صالحی استوری کردن که این مربوط به قسمت‌های بعدیه و پخش نشده و قرار هم نیست صحنه محذوف باشه. ولی حالا توضیحات ماهرخ رو راجع به این اتفاق بشنویم.
با استوری قبل یادتو بهتون میگفتم یه سری از صحنه هایی وجود داره که شما اگر میدیدید یا متوجهش میشدید حتی تو اون لحظه نمیتونستید سکوت کنید و خب 20 ساعت از برنامه حذف شده از هر روزی که ما رکورد داشتیم و این استوری قبل دقیقا یکی از همون صحنه هاست که همونطور که میبینید من جلوی صورت علی وایستادم و سکوت کردم و دارم نگاش میکنم، در صورتی که هر کدوم از شماها اگه جای من بودید و یکی تو اون حالت روانی سرتون اون شکلی عربده میکشید خیلی اتفاقای بدتری رقم میخورد. این استوری واسه چی دارم میگیرم؟ واسه این که دست از قضاوت کردن آدمو بکشید و صبور باشید و لحظه به لحظه صبر کنید و ببینید که چه اتفاقی داره میفته. دقیقاً داستانای دعواهای ترانه و علی و ایکس و ایگرگ و وای و زد و سیاوش هم. و اما موضوع مهم اینه که طبیعتاً کاربران فضای مجازی با دیدن این صحنه واسهشون سوال پیش اومد: اگر علی با انجام چنین حرکت زشتی و حمله به سمت ماهرخ لایق گرفتن کارت زرد و هشدار بود، پس چرا سیاوش شامل این هشدار نشد؟ سیاوشی که داد زدن و واکنش عصبیش نسبت به ترانه به همین اندازه بود و حتی میتونست به واکنش فیزیکی هم منجر بشه. این سیاست دوگانه تو برنامه نسبت به شرکت کننده ها و تبعیضی که بینشون قائل شدن برای مخاطب ها قابل هضم و پذیرش نیست و اتفاقا من هم به شخصه نسبت به این قضیه معترضم. خبر بعدی باز هم زوم هست روی ماهرخ. کلا این چند قسمت اخیر به خاطر جدایی ماهرخ و میلاد اخبار حول محور ماهرخ چرخیده و همیشه هم جنبه مثبت نداشته متاسفانه. مثلا این یه تیکه از برنامه رو ببینین که داره دخالت مستقیم ماهرخ تو رابطه مهبد رو نشون میده. یه حتی ماهرخ کات دادن اومده به من میگه که واسه یه دونه مسیج میفرستم وارد بازی ترانه نشی. بابا چه بازی؟ کی بازی اصلا؟ کی با تو؟ و اما برسیم به اصل موضوع. اگر خاطرتون باشه به خاطر همین قضیه جدایی ماهرخ و میلاد یه بحث گسترده‌ای باز شد، حاکی از اینکه نگو آقا معلم ما که حسابی داشت واسه ماهرخ دلبری میکرد همزمان خارج از برنامه پارتنر داشته به اسم سوگل. ماهرخ هم بعد از اینکه قسمت مربوطه جداییشون پخش شد، چون به خاطر اسپویل نمیتونست قبل‌ترش ناراحتیش رو اعلام بکنه، یه افشاگری حسابی کرد و پته میلاد رو ریخت روی آب. از اون ورم میلاد زیر بار نرفت و گفت سوگل به بازه زمانی بعد از برنامه مربوطه و گفته های ماهرخ درست نیست. گرچه خب با تفتیش مردم همیشه در صحنه و مخاطب‌های علاقه‌مند مشخص شد حرف میلاد دروغه و از خیلی قبل‌تر از برنامه با سوگل در ارتباط بوده و اتفاقاً الانم هست. یه یادآوری بکنیم از این لایف ها. هر اتفاقی افتاده مهم نیست، تو هم خراب نمیشی. فقط وقتی من ویدیوی میلادو با دوست دخترش داشتم حتی ریلیزش هم نکردم که کسی بفهمه، حتی هیچ حرفی هم نزدم، ولی میلاد اومد لایو گذاشت و چی گفت؟ گفتش که من به ماهرخ هیچ احساس فیکی نشون ندادم. بازم اون ویدیو رو نمیذارم، ولی قبل من کسایی بودن که توی کلین فونیکس ویدیو میلاد و دوست دخترش رو بگیرن و وایرال کنن توی اینستاگرام. کسایی بودن که ببینن کی داره نقش بازی میکنه. عزیزم وقتی الان مشخص شده که ما داریم از هم دیگه جدا میشیم و این حس به وجود اومده که استو الکی بوده و مشخص شده، همیشه مشکلی نداره گذاشتن این پیام. ذاتن همه دارن مشخص میکنن که چی به چیه، کی به کی از هر قسمتی که پخش میشه دیگه. حتما توقع داری من خودمو مثلا بخوام بیام خراب بکنم یا مثلا بگم اسکل بودم بادکات کردم. کشید کنار گفت چته، گفت ماهرخ چت منو خونن، من دارم دیوه میشم. واقعا چجوری گریه نکنم؟ به خود شما اگه جای من بودید واقعا شرایط خیلی فرق میکرد. من چجوری گریه نکنم؟ خودتون رفتار من از اول تا همین قسمتی که بودم یوتیوب داره میبینین، تاریخ ضبطش حدودا مال 2 ماه پیشه و الان داره پخش میشه. اون رفتاری که من اونجا داشتم ارائه میدادم تو اون زمان، من با شخصی خارج از جزیره تو رابطه نبودم. اما این چیزی که این دوست نچند و محترممون داره بهش اشاره میکنه مربوط به الانه، نه 2 ماه پیش، نه تو برنامه، مربوط به الان داره میگه. از آب گلالود ماهی گرفتن، سر زبون افتادن، سوء استفاده از احساسات مردم، این کارها که شما بیای با اون تعداد فالوور کوشیتو در بیاری بری تو لایو گریه کنی و بگی با احساسات من بازی شده، در صورتی که یه هفته پیش با من پست میذاری تو پیجت، استوری میذاری تو پیجت،
اینا مشخصه، ما متوجه میشیم که دلیل این کارها چیه. این کارهای دنیا جهان بخت کنه خیلی وقت تاریخش گذشته است و مردم میفهمن. نه ما میفهمیم. شما شخصیت خودت داری تو برنامه نشون. اینا رو که گفتم خواستم یادآوری بشه از موضوع مورد نظر. حالا چیزی که جالبه اینه که تو ایونت اخیر بچهای عشق ابدی که کنار ساحل بزن و به رقص و دیجی دارن و همه‌شون شرکت کرده بودن جز تناز و شاهین، ترانه و محبوب، طبق ویدیوهایی که پخش شده میلاد با دوست دخترش سوگل در کمال صلح و خوشحالی در کنار ماهرخ میرقصن به اضافه بقیه بچه‌ها. و حالا خب طبیعیه که طرفداران این برنامه دچار شبهه بشن و بگن اگر موضوع ماهرخ و میلاد و دوست دخترش انقدر جدی و وخیم بود که ماهرخ به اون شکل با گریه تو لایواش داشت ظاهر میشد، الان چطور ممکنه در کنار همون افراد قرار بگیره و مشخصه که با هم مشکلی هم ندارن؟ و اگر مسئله اینقدر جدی نبود پس آیا همه اون اتفاقات سیاه نمایی بوده؟ یا حالت سوم این که واقعا این اتفاقات افتاده و الان نهایتا با هم به صلح رسیدن؟ نمیدونم، شما قضاوت کنید، ولی لطفاً در کمال ادب و آرامش. خبر آخر این که فرشاد طفلی با دیدن صحنه حذف پریسا زخم دلش تازه شده. چرا؟ چون خاطرتون باشه تو انتخاب نفر حذفی شاهین و تناز میگن زهرا خیلی وقتی که تو برنامه است و پریسا تازه اومده، پس شانس پیدا کردن پارتنر داره. حالا فرشاد اومده تو استوریش گفته که این چه تبعیضیه که قائل شدین. شاهین و تناز موقع حذف من گفتن فرشاد بعدن اومد و نتونست رابطه خوبی داشته باشه پس باید حذف بشه، ولی برای پیکسی همین منطق رو وارونش کردین که حذف نشه. البته من نقل به مضمون کردم از فرشاد، ولی در کل محتوای حرفش همین بود. نظر شما چیه؟ الان میخوای با کی ادامه بدی؟ یک کلمه اسم بهتون زمان بهت میگم. الان اسم تو پرس زدم. حالا یه چیز جالب بهتون بگم که بعد از این اتفاقا گویا فرشاد به خودش اومده. امروز تو استوری ها یه چراغ سبزی برای نگار بعد از مدت ها نشون داد. اینکه عدد فالووراشون یهو با هم ست شده. نوشته بود که چقدر قشنگ با هم ست شدیم و جالب این که نگار هم تو استوریاش بهش بک داده.